ساکن دهه چمنستانی شهر حصار بیبی کلان سلیمова اکنون برای آماده نمودن خوراک و گرم کردن آب از گاز طبیعی در خانه‌اش استحصال شده استفاده میبرد. زیرا با نصب تجهیزات بیوریاکتور که پاروی با آب آمیخته شده را کارکرد نموده بیوگاز و بیونوری استحصال میکند، برای این عائله تجربه نو است. 4 تا چاروا دارم. ای پاروی هوا استفاده میبریم. 3 سطل سرگینش قطعی 6 سطل او آمیخته کرده. همین در درونش می اندازه من استفاده میبریم گاز رو. 5-6 ساعت گاز میتیه. نه چوینی گرسیون نمیکند. خیلی احوالی ما بهتر شد. هر روز اینا گذراندم. در گذشته این خانواده برای تامین احتیاجات روزگار خود هیزم، انگشت و دیگر مواد سوخت را خریداری می نمودند. با استفاده از پاروی چاروا و وصل و نصب تکنولوژی نو در اینجا بیوگاز استحصال نمودند که خراجات این عائله را برای خریداری دیگر نوع سوزشواری از بین برد. با گفته آنها برای بی‌تنفس استحصال نمودن بیوگاز پاروی 4 گاو بسنده است و وقت و مهنت زیاد را طلب نمی کند. پیش از این ما هیزم انگشت استفاده می بودیم ولی این گاز که استحصال شد و خیلی فایده‌ناکی عائله ناز می شود. اینجا برای خوراک چاروا گندم رو می سبزانیم، غذای ناز استعمال میکنن چارواها و خیلی پیشروی هست. در نتیجه عملی نمودن این تجربه بیونوری یا نوری طبیعی برای پرورش زراعت نیز استحصال کرده می شود که جهت بلند برداشتن حاصلناکی زمین استفاده بردن ممکن است. در یک روز با 50 کیلوگرم یعنی پارو همراه کرده 100 لیتر آب همراه کرده در همین مدل امکانیت هست که در یک شبانه روز از 1.8 تا 2.4 متر کوبی بیوگاز استفاده کرد که این برای افروختن همین پلیتی یک کانفورکی پلیتی گازی از 3.6 تا 4.8 ساعت بسنده است. هنگامی یعنی استحصال بیوگاز در داخل بیوریاکتور ریاکسیون میروند باکتریاها در اونجا حرارت بلند می شود که در این وقت تخم علف‌های بیگانه و نشرات ضررسانی که در ترکیب یعنی پارو بود در اون نابود می شود و همچون بیونوری از جهت اکولوژی تازه برای بلند برداشتن حاصلخیزی خاک استفاده برده می شود که این با یک چند راه هنگامی آبیاری کردن یعنی همچون شربت بعد از نرم کردن بین قطارها استفاده برده می شود که برای گرفتن حاصل از جهت اکولوژی تازه مساعدت می کند. دسترس‌کنی و نصب این تکنولوژی نو از جانب متخصصان تشکیلات جمعیتی نکسیگول مشاور راه‌اندازی گردیده در همکاری با وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان و شریکان رشد عملی کرده می شود. با کمک چنین تجهیزات خانواده‌های دهات و خواجگی‌های چارواپروری بر عوض سوختن پاروی چاروا می توانند هم صاحب انرژی تازه شوند و هم برای بلند برداشتن حاصلخیزی زمین‌های خود بیونوری استحصال کنند. با گفته متخصصان این تجربه با بهتر نمودن اقلیم تاجیکستان و کشورهای همسایه تاثیر خوب نیز می رساند. این یک لایحه آزمایشی است که ما آن را ماه ایول سال 2024 آغاز کرده بودیم. از بس که استحصال بیوگاز از پاروی گاو و استحصال نیروهای ارگانیک عبارت است، استفاده آن برای خواجگی‌ها و امنیت عضوقواری خیلی مفید می باشد. از این رو ما با وزارت کشاورزی همکاری زیج داریم و امیدواریم که آن پرمحصول ادامه خواهد یافت. نمودهای گوناگون این تکنولوژی در آسیا جنوبی از قبیل هندوستان و نپال سالهای زیاد استفاده می شوند. دستگاهی که ما حالا نصب کردیم از هندوستان دسترسی می شود. عین زمان ما در 20 خواجگی گوناگون ولایت ختلان و ناحیه‌های تابع مرکز این نمود دستگاه را نصب کردنی هستیم. در بین دولت‌های آسیای مرکزی تکنولوژی بیوریاکتوری استحصال بیوگاز و بیونوری مراتبه اول در تاجیکستان استفاده شده. تشبسکاران لایحه عزم دارند در دیگر منطقه‌های کشور نیز آن را وصل و نصب نموده در تامین خانواده‌های دهات با سوزشواری تازه و ارزان، کم کردن آلودگی‌ها در اتمسفر و با افزون نمودن حاصلخیزی زمین‌های کشت شونده سهمگذاری نمایند. فریدون سبحان، صدرالدین ابراهیم، شهر حصار، اخبار.